مردم که قیام کردن آزادی میخوان، فریادش این است که ما آزادی میخوایم و استقلال میخوایم. این مردمی که آزادی و استقلال میخوان اینا وحشی نیستن، اینا متمدنن که آزادی و استقلال میخوان. وحشی ها اونان که استقلال و آزادی رو از اینا گرفتن، نه اینا که آزادی و استقلال رو میخوان. استقلال و آزادی دو تا چیزیست که همه بشر از حقوق اولیه بشر است و همه بشر این را مطالب هستند. اون که سلب میکند این را از مردم اون وحشی است. اون کسی که این حق را میخواد اون متمدن است. ملت ایران ملت متمدن است، گرفتار دولت‌های وحشی شده است. بنابراین بر ما همه است که به اندازه قدرتمون هر کس هر مقدار قدرت دارد همراهی کند با ملت ایران، تبلیغ بکنید شما اینجا هستید به او هر طور میتوانید. جوانها هرچی که هستید در دانشگاه ها که هستید جاهای دیگه هستید مسائل را برای اینها روشن کنید. اینها از بس تبلیغات سوء شده است، نمیتونن باور کنن که این ملت یه ملتی است که برای حق ایستاده است و ملت متمدنی است که در مقابل وحشی ها ایستاده است. اونها میگن اینا وحشی هستن، لکن اینا متمدن هایی هستن که در مقابل وحشی ها ایستاده است. خداوند ان شاء الله همتون را سلامت بدارد و حفظ کنه.